از کولرهای اسپلیت ما در یونیت خارجی یک برد داریم که این برد وظیفه کنترل تجهیزات یونیت خارجی مثل کمپرسور، مثل فن کندانسور و مثل شیر چهارراهه برقی رو بر عهده داره. یک نمونه از کولرهای دارای دو برد رو با هم در این استند آموزشی داریم میبینیم. این بردی هست که در یونیت خارجی نصب میشه. این برد از یک منبع تغذیه خطی داره استفاده میکنه، فاز نولش رو از اینجا میگیره و بین یونیت داخلی و خارجی فقط یک سیم به عنوان سیم سیگنال فرامین و داده ها رو از یونیت داخلی به یونیت خارجی هدایت میکنه. رله کمپرسور، رله شیر چهارراهه و رله فن کندانسور ما دو تاست، به خاطر اینکه همونطوری که میبینید یونیت خارجی دارای یک سنسور گزارش دما در پشت کندانسور هست. گزارش دما به این برد خارجی میرسه و این برد خارجی میتونه بر اساس شرایط دمای محیط بیرون دور فن کندانسورش رو تند یا کند بکنه. و یک کنداکتور هم برای اینکه کمپرسور ما معمولا کمپرسور با ظرفیت بالا باشه، ما از کندانسور از یک کنتاکتور استفاده میکنیم. و پس در کولرهای دارای دو برد سیم ارتباطی بین دو یونیت سیم سیگنالی هست که داده ها را از برد داخلی به برد خارجی منتقل میکنه. با تجهیز بنا همیشه همراه باشید.